آقا هر کسی گفت کارت ملی تو برای من عکس بفرست که نباید عکس بفرستی. این کارت ملی و شما اطلاعاتش عکسش رو در اختیار دختر خالت هم نباید بگذاری. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی راحت یک فاکتور رسمی در اداره دارایی با این اطلاعات و حالا سری اطلاعاتی که ثبت میکنن، حالا بیا برو ثابت کن آقا این فاکتور 1 میلیاردی مال من نیست، بوده که دارم میگم. بعد بری حالا دیوان عالی، بعد بری خیلی جای دیگه، یا نه طرف سامانه پیامکی سر شماره پیامکی به نام شما میکنه، خدایی نکرده محتوای حساس سیاسی یا موارد این چنینی ارسال میشه، میان سراغ شما. چرا؟ چون سرویس پیامکی به نام شما بوده. بعد میخواین چی شما بگی تا برید ثابت بکنید که آقا این عکس کارت ملی و من دادم فلانی فلانی رفته سرشماره پیامکی گرفته و با اون یک پیام سیاسی ارسال شده. تا این پروسه رو شما بخواید ثابت بکنید حداقل 6 ماه زمان میبره، موهاتون من دندوناتون سفید میشه. خواهش میکنم کارت ملیتون رو، عکسش رو، اطلاعاتش رو در اختیار بنی بشری نگذارید. بفرست برای دوستات. زیاد مد شده. 2 تا از نمونه های بارز رو بهتون گفتم. بخوام بهتون بگم تا صبح بعد از نحوه کلاهبرداریایی که در قالب کارت ملی اطلاعاتی داره خرید و فروش میشه از کارت ملی، بخوام بهتون بگم تا صبح بعد براتون ببافم. ارادتمندتون مصطفی منصوری.